درود دوستان، خیلی خوش اومدید و امیدوارم که در کنار ما توی این چنل یوتیوبی بتونیم مسائل مهمی رو مثل بوشکرافت، survival tips and guerrilla warfare با هم کار کنیم. همینطور که در پست قبلی ما توی اینستاگرام که یک شرح مختصری در مورد جنگ چریکی و نوع این جنگ و مبانیش توضیح دادیم، قرار شد که توی یوتیوب به طور جامع‌تر و کاملتری به این مبحث بپردازیم. پس یه ریویوی با هم میکنیم تا ببینیم که اصلا جنگ چریکی چی بود و به چه دردی میخورد. دوستان، جنگ چریکی یا پارتیزانی به نبردی میگن که اول نامنظم و نامتقارنه و توسط گروه‌های کوچک مردمی یا گروه‌های شبه نظامی بر علیه گروه‌های منسجم و کاربلد کشورهای اشغالگر و امپریالیستی یا دولت‌ها یا سرکوبگرها اتفاق میفته. توی این جنگ‌ها به خاطری که تاکتیک‌های بزن‌دررویی و اختفا و کمین و ترور کردن و اینها وجود داره، معمولاً تلفات کمتر و هزینه کمتری وجود داره. جنگ‌های چریکی خاصیتی که داره اینه که به حالت خیلی یهویی، ناگهانی و شبیخونی اتفاق میفته و اصلاً قابل پیش‌بینی نیست. گروه‌های چریکی خودشون رو سرکوب شده از جهت دولت‌ها و کشورهای امپریالیستی میدونن که اونها سعی در تجاوز و گرفتن منافعشون به زور بودن. در حقیقت سیاسی مردمی خودشون رو تلقی میکنن، به خاطر اینکه همیشه میگن که دولت‌ها و کشورهای امپریالیستی که سر در غارت کشورشون دارن همیشه اونها رو سرکوب میکنن و یک سری تاکتیک هایی دارن، مثل جاسوسی کردن، مثل خرابکاری صنعتی، مثل ترور و پخش پروپاگاندا یا تبلیغات سیاسی. محل این جنگ هم در عوارض طبیعیه، محل هایی که بومی ها میتونن توش سریع مخفیگاه درست کنن یا راه های فرار رو خوب بلدن یا راه های اختفا یا پوشش دادن خودشون رو بلدن. دوره های جنگ چریکی هم به چندین دسته تقسیم میشه. یکیش دوران باستان و کلاسیک بود که مثلا یونانی ها افرادی رو داشتن به اسم اسکرمیشرز ها که اونها نوعی چریک بودن، یا مثلا کتاب معروف هنر جنگ از سونتزو که کامل در چین توضیح میده نوع جنگ چریکی و اختفا و راه های این دست جنگ ها رو. که از نمونه های اونم که هشاشین بود در ایران که خرابکاری میکردن و بعضی موقع ترور میکردن افرادی رو که با سازمانشون یا حزبشون مغایرت داشت. دوره از جنگ‌های چریکی برمیگرده به دوران جنگ‌های ناپلئونی که ناپلئون در برابر اسپانیا داشت جنگ‌هایی رو صورت میداد. توی این جنگ‌ها چریک‌های اسپانیایی موفق شدن با یک سری از تاکتیک‌های خرابکارانه و ضربتی جلوی فرانسه بایستن و اونها رو حسابی اذیت کنن. یک نمونه از جنگ‌های چریکی جنگ‌های آمریکاست، جنگ‌های بین اتحادیه و کنفدراسیون در آمریکا که تماما این جنگ‌ها به صورت چریکی انجام شد. یکی از تئوریسین‌های معروف این جنگ‌ها مائو بود که تونست با پیاده کردنش تو جمهوری خلق چین به موفقیت بی‌سابقه‌ای برسه. به یکی از نمونه‌های موفق‌تر جنگ چریکی میشه به جنگ آمریکا و ویتنام اشاره کرد که ویتنامی‌ها با تله‌های انفجاری، تله‌های خرس کشت، خندق‌ها و یک سری از تله‌هایی که ابداع بومی خودشون بود تونستن به بهترین روش با آمریکایی‌ها مبارزه کنن. یکی از گلدن تایم‌های اون جنگ‌های چریکی قرن 20 بود که موفق‌ترین ارتش جمهوری‌خواه ایرلند بود که تونست با جنگ‌های چریکی خیلی خوب از پس دشمنانش بر بیاد. ما دو دسته کلی عملیات چریکی داریم، یکیش آشکاره و یکیش پوشیده است. عملیات‌های آشکار معمولاً توسط خود بومی‌ها انجام میشه که ماهیت تهاجمی داره و معمولاً با مسلح کردن خودشون در یک سری نقاطی که دسترسی سخت‌تره، نفوذ سخت‌تره و معمولاً اختفای بیشتری صورت میگیره انجام میشه. شاید بپرسین چرا بومیا؟ به خاطر اینکه یک، میتونن راحت مخفیگاه درست کنن، دو، راههایی رو بلدن که خوب میتونن فرار کنن، سه، با شرایط جوی اون منطقه آشنان و مهمتر از اون میتونن نقش کلیدی رو بازی کنن
در پنهان شدن در جاهایی که هیچ کس حتی فکرش هم نمی‌کنه. حالا میرسیم به عملیات‌های پوشیده چریکی. معمولاً عملیات‌هاییه که دشمن رو خیلی خشمگین می‌کنه، چون ردی از اون عملیات و افرادی که اون عملیات رو انجام میدن نمیتونه پیدا کنه، مثل پخش کردن تراکت، اعلامیه، دیوارنویسی، روزنامه، مانیفست یا هر چیز دیگه. اینجور چیزها رو عموماً بهش میگن براندازی عمومی که معمولاً هم نقش دفاعی داره، برعکس اون عملیات آشکار. ببینید در کشورهای بزرگ که صنعتی هستن یا مناظر بکری دارن، همیشه شما باید انتظار یه گروه چریکی رو داشته باشید. معمولاً گروه‌های چریکی فقط در جنگ‌ها تأسیس نمیشن. یک سری از مخالفین سعی در جمع کردن یک سری از افراد رو دارن که مخالفن یا با اون دولت یا با اون افرادی که استعمارگر هستن و سعی میکنن در زمان صلح یک سری افراد رو جمع کنن و سازماندهی کنن تا بتونن توی جنگ ازشون درست استفاده کنن. پس به دو حالت تقسیم میشه، یا در صلح یا در جنگ. معمولا این گروه ها سعی میکنن تا با اسم و رسم در کردن در جامعه و پیدا کردن افراد مصمم در جامعه که مخالفن با دولت یا حکومت های امپریالیستی توی گروه های چریکیشون بپیوندوننشون تا بتونن این گروه رو سازماندهی کنن، بزرگتر کنن و تا بتونن عملیات انجام بدن. و این گروه ها هر چقدر که عملیات بیشتر و موفقتری انجام میده، معمولا در نزد مردم یا اون هم حزبیاش معروفتر و محبوبتر میشه. سابوتیج یا خرابکاری یکی از متدهای گروه‌های چریکیه که حالا پیشینه سابوتیج رو بهتون میگم. یک دوره در فرانسه زمانی که همه داشتن با دستگاه‌های پیشرفته و مدرن کار میکردن، یک سری دمپایی‌های چوبی بود به اسم سابوت و اینها رو پرت میکردن لای چرخدنده‌ها و این دستگاه‌ها خراب میشد و سرعت تولید میومد پایین و به خاطر همین بهش میگن سابوتیج که معمولا هم غیرقانونی بوده و خب مخل فرایند. شاید از خودتون بپرسید که خرابکاری چی؟ دقیقاً گروه چریکی چی رو خراب میکنن؟ یک، صنایع ارتباطی مثل اینترنت و تلفن. دو، صنایع مواد غذایی یا هر چیزی که مرتبط یا فیت دادن به اون دولت یا گروه‌های امپریالیستی باشه. سه، صنایع حمل و نقل یا پل‌ها، اسکله‌ها و هر چیزی که بشه در جنگ دشمن ازش استفاده کنه. و البته این تخریب‌ها همه باعث عصبانیت دشمن و خسارت‌های سنگین در حوزه جنگی میشه. عناصر اطلاعاتی پارتیزانی یا چریکی مهمتریناشون هستن، به خاطر اینکه با جمع‌آوری اطلاعات از این ور اون ور نقشه‌هایی برای جنگ درست میشه و باعث میشه که اطلاعات دقیق‌تری از دشمن و محل استقرارش داشته باشن. این سری افراد با لباس‌های خیلی ساده که حتی شما هم قادر به تشخیصش نیستین اطلاعات جمع‌آوری میکنن و نقشه‌هایی رو میکشن. حالا همه اینا رو توضیح دادیم، معایب این جنگ هم بهتون میگم. یکیش اینه که افرادی که چریک هستن معمولا وسیله نقلیه به غیر از پاهاشون ندارن، یعنی فقط تفنگشونن و خودشون و یک سری تاکتیک. پس معمولا راهپیمایی‌های زیادی دارن که باید از بدن قوی برخوردار باشن، توانایی جسمی بالایی برخوردار باشن یا یک سری وسایل‌های نقلیه‌ای داشته باشن که بی صدا باشه حداقلش. به خاطر اینکه دشمن یک سری تیم‌هایی داره به اسم ضد جاسوسی و ضد خرابکاری و وظیفه اونها پیدا کردن امثال هم چریک‌ها و پارتیزان‌ها هستش، معمولاً 90% عملیات‌ها در شب انجام میشه به خاطر کمین کردن راحت و پیدا نبودن. یکی از بزرگترین مشکلاتی که گروه‌های چریکی دارن توی بحث آماد و پشتیبانیشونه، یعنی بحث تسلیحاتی و مواد غذایی و منابعشونه که کسانی که ساپورتشون میکنن از طریق هواپیما و محموله‌های چتردار براشون میفرستن، اونم نه هر جایی، جاهای متراکمی که ردشون رو نزنن. دو، از طریق زیردریایی یا اسکله‌های ناشناخته‌ای که بتونن دریافت کنن و راه‌های زیرزمینی، حفر تونل و مکان‌هایی که در چشم نباشن. در ضمن در طول تاریخ خیلی از گروه‌های چریکی
به دولت‌های وقت خودشون کمک کردن تا در جنگ‌هاشون پیروز بشن و وظیفه دولت‌ها هم این بوده که با این گروه‌های چریکی کانکت باشن تا بتونن عملیات‌های مشترکی انجام بدن. و مسئله مهمی که وجود داره اینه که چریک‌ها رو فراموش نکنید. یکی از بهترین بازی‌های چریکی که میتونین انجام بدین و لذتش رو ببرید گیم فارکرای 6 هستش که اصول و پایه کلن این بازی بر اساس چریک و گروه‌های چریکیه. امیدوارم که لذت برده باشید در کنار ما و اینکه منتظر ویدیوهای دیگه ما باشید. ما قراره براتون بتر کنیم رفقا. ارادت.